سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین آقای عراقچی که امروز به پکن رفته، هدف از سفرش را گفتگو و مذاکره با مقامات چینی درباره مسائل دوجانبه و مسائل بین المللی عنوان کرد. هدف اصلی رایزنی و مشورت‌های هم منطقه‌ای، هم بین المللی، هم در رابطه روابط دوجانبه با کشور چین هست. ما در طول سالهای گذشته همواره مشورت‌های نزدیک با چین داشتیم در همه موضوعات منطقه‌ای و بین المللی. خب الان طبیعی هست که شرایط حساسی هست، هم منطقه دارای التهابات مختلف هست، هم در سطح بین المللی مسائل مختلفی وجود داره. روابط دوجانبه ما هم الحمدلله همیشه خوب بوده و الان هم هست. طبیعی هستش که در رابطه موضوعات مختلف باید همفکری‌های خودمون رو ادامه بدیم. فکر می‌کنم که در زمان بسیار مناسب این سفر صورت گرفته. دعوت دوستان چینی ما هم برای همین زمان بود که در ابتدای در حقیقت سال جدید میلادی که چند روز دیگه شروع میشه، ما با هم دیگه همفکری بکنیم، مشورت بکنیم.